میخوایم این دفتر رو کاور کنیم. برای کاور کردن دفتر به تلق احتیاج داریم و باید اول اندازه دفترمون رو بگیریم. متر رو به دور تا دور دفتر میذاریم. هر چقدر شد باید به هر طرفش 2 سانت اضافه کنید. یعنی باید جمعاً 4 سانت به این طولی که به دست اومده اضافه کنیم. حالا برای طول دفترم همین کار رو انجام میدیم. اندازه‌ای که به دست اومده رو به اضافه 4 سانت میکنیم و یک تکه تلق برش میزنیم به همون طول و عرضی که به دستمون اومده که دور تا دور باید 2 سانت بیشتر باشه. تلق و دلا میکنید و وسطهای کار رو چرت میزنید. به 3 تکه دیگه تلق احتیاج دارید به عرض 15 سانت و طول دفترتون به اضافه 4 سانت. برای جیب داخل کاورمون یک تکه تلق دیگه احتیاج داریم که عرضش 15 سانته و برای ارتفاعش 10 تا 12 سانت بیاد به پایین که من طولش رو 18 سانت در نظر گرفتم. حالا باید گوشه های تلق اصلیمون رو بیایم هلال کنیم. دلا میکنید، روی همدیگه میذارید و از سمتی که دلای بازه این 2 تا گوشه باید هلال بشه. از هر وسیله گردی که دارید میتونید برای هلال این قسمت ها استفاده کنید. حالا گوشه های کار رو دور ریز میکنیم. به این صورت کادر اصلی ما آماده شد. در ادامه به زیپ شماره 5 احتیاج داریم، نوار برزنتی و 1 عدد سرزیپ. حالا اول میخوایم جیب روی کاور رو دوخت بزنیم. به یکی از اون تکایی که عرضشون 15 سانت بود احتیاج داریم. باید یکی از لبه های بیرونی تلق رو با استفاده از نوار برزنت لبه دوزی کنیم. توی لبه دوزی تلق باید نوار جوری تا بزنید که قسمت پشت کمتر از قسمت رو تا خورده باشه و بعداً لبه زیری از قسمت رو دیدی نداشته باشه. میتونید از نوار اوریبم استفاده کنید و حتما نخ همرنگ بزنید. حالا یک تکه زیپ هم عرض با تکمون برش میزنیم. به این صورت زیر تکه قرار میدیم و لبه کار رو دوخت میزنیم. ببینید پایه‌ای هم که استفاده کردم پایه 2 طرفه تفلونه. حالا تو این مرحله سرزیپ رو از سمت راست روی زیپمون سوار میکنیم. یک تکه دیگه تلق برش میزنیم که الان باید دقیقاً اندازه با این تکمون باشه. هر دو رو روی همدیگه قرار میدیم و لبه های کار رو دوخت میزنیم. برای دوخت قسمت های تلقم حتما از پایه تفلون استفاده کنید. تکه هاتون اگر اختلاف دارن بیایید کار رو برش بزنید که هم اندازه با تکه‌ای بشه که زیپ رو بهش دوخت کردید. حالا قسمتی که زیپ خورده بازم با استفاده از نوار برزنت باید لبه دوزی کنیم. جیب کارمون که آماده شد حالا باید روی تنه اصلی وصل کنیم. گیره میزنیم و قسمت‌های هلال رو هلال میکنیم. این تکه رو میذاریم کنار که جیب داخلی کار رو دوخت بزنیم. لبه بالایی تکه‌ای که برای جیبمون برش زده بودیم و طولش رو 18 سانت در نظر گرفته بودیم و با استفاده از نوار برزنت لبه دوزی میکنیم. حالا جیب رو روی یکی از این تکه ها قرار میدیم و دور کار رو دوخت میزنیم. حالا سمت راست تکه رو با استفاده از نوار برزنت لبه دوزی میکنیم. آخرین تکه‌ای که میمونه این تلقه. لبه این یکی رو هم با استفاده از نوار برزنت لبه دوزی میکنیم. حالا باید این 2 تکه رو به روی تکه اصلیمون وصل کنیم. زیپ کار در این حالت قرار بگیره. کار رو به پشت برگردونید. تلق ساده رو به این صورت به پشت جیبمون قرار میدیم و گیره میزنیم.
و تلق بعدی رو هم به این سمت قرار میدیم و گیره میزنیم که راحت بتونیم دوخت دور کار رو انجام بدیم. برای دوردوزی هم از همون پایه تفلون استفاده میکنیم و دوخت رو باریک میگیریم. گوشه های کارتون هم میتونید از قبل هلال کنید یا دوختتون رو انجام بدید و بعد گوشه ها رو هلال کنید. گوشه ها رو هلال میکنم و اضافات کار رو قیچی میکنم. توی قسمت انتهایی دوردوزی دور کار رو انجام میدیم که من از همون نوار برزنت استفاده میکنم. شما میتونید از نوار اوریب و نوار سوزنی هم استفاده کنید. از قسمت پایین شروع میکنم و نوار رو جوری تا میزنم که به اندازه مساوی برای پشت و روی کار تا بخوره. روی نوار برزنت یه لبه هست، شما دوخت رو روی همون لبه انجام بدید که راهنمای دوختتون باشه. برای دوخت قسمت های هلالم با دوخت کنترل شده دوخت بزنید و نوارتون رو با استفاده از یه درم، بشکاف یا انگشتتون هدایت کنید به صورت چین‌های خیلی کوچیک. بچه‌ها این قسمت‌ها رو بزنید که دوخت این قسمت تمیز در بیاد. این چین‌هایی هم که میگم بچه‌ها چین نیستن. کارتون توی قسمت‌های هلال موقع دوخت نباید چین بخوره. موقعی که شما برزنت رو زیر پای هدایت میکنید یک حالت برجستگی پیدا میکنه که موقع دوخت اون قسمت به حالت صاف دوخت میشه. قسمت انتهای کارم 2 سانت بیشتر برش بزنید، فندک بزنید و دوخت بزنید. اینم از تکمیل شده کاور دفترمون. حمایت شما از آموزش‌های رایگان باعث میشه که آموزش‌های بعدی رو با انرژی بیشتری ضبط کنیم. پس از آموزش‌ها استفاده کنید، عکس کاراتون رو برامون ارسال کنید و همچنین آموزش رو برای دوستاتون هم بفرستید که افراد بیشتری بتونن استفاده کنن. راستی زیر آموزش منتظر نظرهای قشنگتونم هستم.